عزیز اشتراک کنندگان حاضر سخنی نوبتی و مهمان عالی قدری که از ریسپوبلیکی اسلامی ایران اشتراک دارند و آقای علی ابوالفتحی. به نام خدا، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک هم تمدنی ها، هم وطنها و نیاکان ما در کشور تاجیکستان و ایران، دو کشور دوست و همسایه. بنده ابوالفتحی هستم، نماینده ناشران برتر ایران و استان همدان، شهر محل دفن حکیم بی‌بدیل مشرق زمین، حکیم بوعلی سینا، و همچنین محل تولد عارف بزرگ میر سید علی همدانی که در شهر کولاب تاجیکستان هست. و شهر کولاب تاجیکستان با شهر همدان خواهرخوانده هستند، رفت آمدهای دیرینه دارند و امیدواریم این رفت آمدها در نسل جدید هم اتفاق بیفتد و به درازا بیانجامد انشاءالله. و ما در میزبانی که از بنده در همین جا تولد 73 سالگی پروفسور دکتر ملا ظهور رو تبریک عرض می کنم و تشکر می کنم از این که از ما دعوت کردن، ولی دعوت ما با تعداد بیشتری میخواستیم خدمتتون برسیم، ولی یه مقدار دعوت عجله‌ای شد. ما به نمایندگی جهت عرض ادب و احترام به آقای دکتر پروفسور ملا ظهور و مردم همیشه سربلند تاجیکستان خدمتتون رسیدیم.